سیستم های بای توربو و توین توربو همیشه اختلافاتی از نظیر کارکرد از لحاظ ابعاد فیزیک، ابعاد توربوشارژها و دیگر چیزها با هم اختلاف دارن. سیستم های بای توربو از دو توربوشارژ استفاده شده، توربوشارژ کوچکتر و توربوشارژ بزرگتر، ولی توی توین توربو از دو توربوشارژ همسان کلا از لحاظ کارکرد، از لحاظ حجم و ابعاد کلا یک جور هستن و به طور طرز کارکردشون یک جور هستش. ولی توی سیستم های بای توربو ما یک توربوشارژ کوچکتر داریم و یک توربوشارژ بزرگتر به منظور رفع تأخیر توربوشارژ، لگ توربوشارژ، پاسخگویی توربوشارژ و توان توربوشارژ، هماهنگی توربوشارژ با دورهای موتور از دور آیدل تا دور 5000 دور یا حالا بالاتر. سیستم های بای توربو به روی کار اومدن. توی سیستم بای توربو همیشه توربوشارژ یک یا همون توربوشارژ کوچکتر هستش توی مدار میاد، یعنی از دور آیدل توی مداره و رفته رفته که دور ما بالاتر میره، آر پی ام بالاتر میره، از 3000 هم عبور میکنه، توربوشارژ بزرگتر توی مدار میاد. یک موتور 8 سیلندر بای توربو دیزل تی دی آی اودیو داریم. توی این سیستم از سیستم پرخوران موتور از نوع بای توربو هستش. اینکه سیستم بای توربو همونطور که گفتم توربوشارژ کوچکتر اول توی مدار میاد و رفته رفته توربوشارژ بزرگتر توی مدار میاد، ولی توی این سیستم کلا بالعکس عمل میکنه. چرا که ما توی این سیستم یک پاور کنترل الکتریک کمپرسور هم توی مدار اومده و نیروی محرکه پرخوران هوای ورودی موتور از طریق 3 پمپ مکنده عمل میکنه و این عمل پرخوران رو 3 پمپ مکنده برای ما انجام میده. دو تای اونها توربوشارژ هستن که از طریق نیروی دودای خروجی حاصل از احتراقهای موتور کار میکنن و یک الکتریک پاور کمپرسور داریم که توی دور آیدل موتور به روی کار میاد. هر دو توربوشارژ این موتور از لحاظ کارکرد تقریبا متفاوتن، با این اختلاف که توربوشارژ یک ما هوای بیشتری تولید میکنه، ابعادش بزرگتره، ولی توربوشارژ دوم ما کوچیک‌تره و فشار هوای کمتری تولید میکنه. هر دوی این توربوشارژ از نوع هندسه متغیر هستند، یعنی پره‌های اسکرول حلزونی توربین ما میتونن نسبت به جریان هوا زاویه خود پره‌ها تغییر کنه و راندمان توربوشارژ رو بالا ببرن. مثل همیشه توی راه خروجی توربوشارژها از طرف کمپرسور مکنده هوا اینترکولر قرار میگیره برای اینکه هوای پرفشار توربوشارژ رو خنک کنن که هوا چغال‌تر بشه، مولکول‌ها به هم نزدیکتر بشن و بهترین راندمان رو با ترکیب سوخت هوا داشته باشیم. الان سیستم روی چارج ایر فلو این مونو توربو، یعنی الان سیستم روی مود تک توربو هستش و فقط توربوشارژ یک توی مداره با استفاده از الکتریک پاور کمپرسور که همونطور که گفتم توی دورهای آیدل موتور بر روی کار میاد. و اینکه کلا میپردازیم به نحوه عملکرد این 3 پمپ مکنده هوا که دوتاش توربوشارژ و دیگری کمپرسور برقی تحت عنوان الکتریک پاور کمپرسور هستش. همونطور که میبینید دور ما روی آیدل و هنوزم به 1000 آر پی ام نرسیده. توربوشارژ یک ما فعاله و اینکه همچنان وقتی دور آیدل بالاتر بره، مثلا اگر برسه به 900 دور آر پی ام، پاور الکتریک کمپرسور ما هم توی مدار میاد. کمپرسور الکتریکی ما فقط توی دور آیدل موتور بر روی کار میاد که توسط کامپیوتر فعال میشه و پاسخگوییش توی دورای آیدل دور 800 دور تا 1000 دور هستش و بعد از دور 1300 دور آر پی ام کلا دیگه از مدار خارج میشه. در این لحظه شما دارید عملکرد این سیستم کمپرسور برقی رو مشاهده میکنید که برای جهت لگ توربوشارژ بر روی مدار اومده. همونطور که گفتیم قبلا توی دورهای اولیه موتور، توی دور آیدل موتور، سرعت و نیروی دودای خروجی حاصل از احتراق ما به سمت توربوشارژها نیرویشون کافی نیست جهت گردش توربوشارژ و توربوشارژ نمیتونه پاسخگویی درست رو توی دور آیدل موتور رو داشته باشه. این پدیده رو لگ توربوشارژ مینامن که توی این موتور توسط یک کمپرسور برقی که دارید مشاهده میکنید کلا از بین رفته و موتور توی همون دورهای اولیه و ابتدایی با بهترین راندمان و عملکرد با کاهش مصرف سوخت کار خواهد کرد. توی پارتا و ویدیوهای بعدی راجع به این موتور بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون این موتور هیچ چیزی از فناوری کم نداره واقعا. توربوشارژهای ما همونطور که گفتیم از نوع هندسه متغیر هستن و توی ویدیوهای بعدی حتما راجع به توربوشارژهای هندسه متغیر صحبت خواهیم کرد. یک نکته اساسی و مهمی که این موتور داره سیستم دودهای خروجی حاصل از احتراقهای سرسیلند هستند که تمامی این مسیرها به سمت حلزون اسکرول توربین ما، هر دو توربین توربوشارژ ما راه دارن. توربوشارژ یک رو دارید میبینید که همچنان توی مداره و نیروی خودش رو از دودهای خروجی حاصل از سرسیلندها به دست میاره. توربوشارژ دوم ما که الان غیر فعاله و توی مدار نیستش و الان اینجا داره میگه الکتریک پاور کمپرسور ما در حالت آف قرار گرفته. همونطور که گفتم الان دور ما روی دور 1300 دوره و دیگه اینجا ما عملا نیازی به پاور کمپرسور ما نداریم و
سیستم تحت توربوشارژ 1 داره کار میکنه. تا اینجای کار ما با کمپرسور برقی تحت عنوان الکتریک پاور کمپرسور آشنا شدیم که چجوری کار میکنه، ساختارش چطوریه، از کجا فرمان میگیره و توی چه دوری از موتور فعال میشه و هدف از ساخت این سیستم چی بوده. همونطور که گفتم توربوشارژ دوم ما که توی مدار نیستش کلا از مدار خارجه و الان سیستم تحت عنوان توربوشارژ 1 داره کار میکنه. یه نکته اساسی و مهمی که داره این که کمشفت‌های ما میتونن به صورت همزمان فاز کاریشون تغییر کنه، لیفت سوپاپ رو تغییر بدن و یا حتی سوپاپ‌های مربوط به سوپاپ‌های خروجی سرسیلندر ما رو در حالت آف قرار بدن و یا در حالت آن قرار بدن. جالب اینجاست این سوپاپ‌هایی که دارید می‌بینید که به حالت زرد رنگ در اومدن سوپاپ‌هایی هستند که فعالن و مابقی سوپاپ‌های دود سوپاپ‌هایی هستند که فعال نیستن. سوپاپ‌هایی که به حالت زرد رنگ در اومدن سوپاپ‌هایی هستند که مجرای دودهای خروجی به سمت توربوشارژ 1 رو فعال می‌کنن و سوپاپ‌هایی که غیر فعال بودن مجرای خروجی هوای دودهای حاصل از احتراق رو به سمت توربوشارژ دوم ما هدایت می‌کنن. اینجا دارید می‌بینید که عملگرای برقی فاز کمشفت‌های ما رو تغییر میدن و کمشفت‌های ما نیرو به هر دو سوپاپ خروجی هر استوانه سیلندر رو دارن وارد می‌کنن. اینجاست که سوپاپ‌هایی که غیر فعال بودن فعال میشن و به حالت نارنجی رنگ در میان. اینجا سوپاپ‌های ما فعال میشن و همونطور که می‌بینید دور موتور بالای 2300 RPM هستش و سوپاپ‌های خروجی ما فعال شدن و این سوپاپ‌های نارنجی رنگ همون سوپاپ‌هایی هستند که جریان دودهای خروجی رو به سمت توربوشارژ دوم ما هدایت می‌کنند و توربوشارژ دوم ما توی مدار میاد. راجع به سیستم لیفت متغیر یا به اصطلاح AVS یا VVL تغییر دهنده فاز کاری موتور، تغییر دهنده فاز کاری کمشفت‌های ما یا خاموش کن سیلندر ما، ریاکتیویشن یا دیگر سیستم‌های فناوری‌های سرسیلندر این موتور در جلوتر در پارت‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. فعلا میپردازیم به نیروی محرکه توربوشارژ. همونطور که گفتیم سوپاپ‌هایی که به حالت زرد رنگ در اومدن نیروی محرکه‌ای که ارسال میکنن خروجیشون به سمت توربوشارژ 1 ما هستش و سوپاپ‌هایی که به حالت نارنجی رنگ در اومدن مسیر مجرای دودهای خروجی به سمت توربوشارژ دوم ما رو باز میکنن. وقتی که توربوشارژ دوم ما توی مدار نبوده طبیعتا سوپاپ‌های ما فعال نبوده. این موتور در مجموع 32 سوپاپ داره، 16 سوپاپ اینتک و 16 سوپاپ اگزاست. 8 سوپاپ اگزاست برای بانک 1 ما هستش و 8 سوپاپ اگزاست برای بانک 2 ما هستش. در مجموع هر طرف سیلندر که ما گفتیم 8 سوپاپ داریم، 4 سوپاپ مجرای خروجی دودهای حاصل از احتراق رو به سمت توربوشارژ 1 باز میکنه. 4 سوپاپ دیگه مجرای حاصل از دودهای خروجی رو به سمت توربوشارژ دوم ما باز میکنه و همچنین میتونه قطع بکنه. یعنی با بسته شدن سوپاپ و فرمان نگرفتن سوپاپ توربوشارژ ما از توی مدار خارج میشه. مسیرهای دودایی که به صورت قهوه‌ای رنگ در اومدن مسیرهای دودایی هستن که به سمت توربوشارژ دوم ما هدایت میشدن و در اینجا میبینید که توربوشارژ دوم ما بر روی مدار اومده و در مجموع اگه ما بخوایم حساب کنیم توی دور آیدل که همون 800 دور RPM تا 1300 دور RPM هستش کمپرسور برقی الکتریکی ما توی مدار میاد و بعد از 2300 دور کمپرسور الکتریکی برقی ما از مدار خارج میشه و بعد از اون توربوشارژ 1 ما توی مدار میاد و همچنان که دور بالاتر میره توربوشارژ دوم ما هم توی مدار میاد، مثلا دور 2300 دور RPM به بعد. همونطور که دارید میبینید الان دو توربوشارژ دارن کار میکنن و توربوشارژهای ما با سیستم روغنکاری موتور روانکاری میشن و با سیستم خنک کنندگی خود موتور خنککاری میشن. مسیرهای دودهای حاصل از احتراقا به سمت این توربوشارژها جهت نیروی محرک توربوشارژها کلا متفاوته، چرا که گفتیم در مجموع ما 16 سوپاپ اگزاست داریم، در هر سمت سیلندر 8 سوپاپ اگزاست داریم و 4 تای اونا به توربوشارژ دوم ما وصلن و 4 خروجی دیگر به توربوشارژ 1 ما وصلن. این ویدیو یک پیش مقدمه‌ای بود راجع به سیستم توربوشارژها و کمپرسور الکتریکی این موتور بوده و توی پارت‌های بعدی هر قطعه از این موتور رو، هر فناوری از این موتور رو به صورت جداگانه صحبت خواهیم کرد که درک و مفهوم این سیستم بهتر براتون جا بیفته. چرا که همونطور که گفتم این موتور از فناوری واقعا هیچ چیزی کم نداره و اگر بخوام پشت سر هم صحبت کنم راجع به سیستم ها و فناوری هایی که